له علاوالدین درې لارې څخه تر تخنیکومه پورې د نښلوونکي سړک د جوړولو چارې روانې دي. دا خبر در سره پاس په دې ویډیو کې تر آخره پورې وګورئ. کار ساخت طبقات اساسی سرک جدید اتصالی از سه‌راهی علاوالدین تا تخنیکوم در ناحیه هفتم به گونه پیوسته ادامه دارد و تلاش ها جریان دارد تا این مسیر آماده قیریزی گردد. این سرک به طول 1767 متر و با عرض 30 متر مطابق با معیارهای فنی و مهندسی طراحی شده و قرار است در سال روان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد. طول پروژه که 1767 متر است، عرض سرک که 30 متر است که شامل پیاده‌رو و گلدان، کانال آب و همچنان چراغ‌های تنویر در نظر گرفته شده. کارهای استراکچر پروژه تقریبا رو به تمام است و فعلا بالای طبقات خاکی سرک کار کرده میریم. بر اساس معلومات ریاست زیربناهای شهری شارولی کابل، دیزاین دو پل موتررو برای رفت و برگشت در مسیر این سرک بر فراز دریای کابل به طول‌های 27.85 متر و عرضهای 9.2 متر نهایی شده و کار عملی آن به زودی آغاز می شود. با تکمیل این پروژه سرک دارالامان به سرک 40 ستون وصل خواهد شد که نقش مؤثر در بهبود شبکه ترانسپورتی شهر ایفا خواهد کرد. نظارت تکنیکی و فنی این پروژه از سوی انجینران شارولی کابل به صورت دوامدار انجام می شود تا کیفیت کار و تطبیق پروژه مطابق زمان تعیین شده تضمین گردد. پروژه متذکره افزون بر کاهش مشکلات ترانسپورتی ناحیه هفتم در رشد اقتصادی و انکشاف زیربناهای شهری نیز نقش چشمگیر خواهد داشت. همین سرک که جور کردن خدا خیرشون بده، یعنی بسیار سهولت شده برای مردم. این ما که میرفتیم سابق از دیدانا میرفتیم یا از سرک بیا، ولی اینجا بسیار مسیر نصف شده برای ما. بخیر ببینید، خدا خیر بده، هر کس که میره جور کرده. موترهای کلان در کوچه داخل شده نمیتونست، کوچه ها تنگ بود، مشکلات مردم بیشتر بود. سرک بخیر که جور میشه و مشکلات دو طرفه همی سرک حل میشه و یک تعداد مردم ها میجا روی کار میشن. زمان خپل راغلی مات بدن جوړوي د ځل وطن جوړوي سره راټول